در ولایت اختیپه قزاقستان باز یک اتوبوس دیگر با مهاجران چپه شد. این حادثه شام 25 فوریه در نویه خرامتاوسک به وقوع پیوست که در نتیجه آن دست کم 5 مهاجر ازبک جراحت برداشتند. طبق تفتیشات پیشکی راننده از عهده اداره مسافربر نبرآمده اتوبوس از راه بیرون آمده چپه شده است. مجروحان به شفاخانه محلی انتقال یافتند. تخمینا 1 ساعت پیش به شفاخانه ما 5 زخمی انتقال داده شد که هنگام سر زدن سوختار در اتوبوس شاهراه سمر شیمکن جراحت برداشتند. این آسیب دیدگان سوختگی درجه اول را دارند که زیاد جدی نیست. آنها اساساً دود گاز را نفس کشیدند. 3 نفرشان قزاقستانی و 2 نفر دیگر شهروندان ازبکستان می باشند. هنوز یک ماه پیشتر دقیق‌تر 18 ینور در همین منطقه اتوبوس با 52 مهاجر ازبک آتش گرفته بود. سالانه تا 2 میلیون ساکن ازبکستان به روسیه مثل تاجیکان برای کار و زندگی می روند. بیکاری و کمبود درآمد در وطن آنها را وادار می کند در شهر و مناطق مختلف روسیه در بخش ساختمان، تجارت و خدمات دیگر فعالیت کنند.